آقا فلفل 100 تومانی نیم کیلو 30 تومانی. بچه ساردین دوست داری؟ سلام دوستان خوبم، حالتون چطوره؟ یکی از دوستان چند روز پیشنهاد داد که حامد در بابا گفت مینا کتلت ماهی برامون درست کن، و اما چون این کار از اون کارهایی که واقعا مورد علاقه منه، امروز هم باز من براتون آشپزی میکنم. قبل از هر چیز از پاک کردن ماهی شروع میکنیم. یه مقدار کمی زمان بره، اما به این ترتیب هم استخونهاشو میکشید، هم بالهاش همه میره و گوشت خالصش به جا میمونه. اگر شما دوست دارید با دستکش کار کنید و فکر میکنید دستتون بوی ماهی میگیره، دیگه نمیتونید با ناخن اون کارو بکنید. با یه چاقوی کوچیک و تیز اینجاشو ببینید، اینجا رو یه خورده برش بزنید، یکی همین شکلی اینجا گردن رو برش بزنید، بعد اینو بشکنید بیارید پایین اینطوری. ببینید این گوشتش خودش جدا میشه. کل استخوناشو چیزایی که ما نیاز نداریم اینجا همه رفت. اینم اصل موضوع ماهی، اینا برامون موند. بعد اینکه ماهی ها رو شستم و آبکش کردم، به این مقدار ماهی پاک شده که حدود 700 تا 800 گرمه یه قاشق مربا خوری نمک اضافه کنید که هم نمک غذا رو زده باشید، همون نمک باعث میشه که کل آبای اضافهش کشیده بشه و رد بشه، دیگه توی کتلت شما آبدار نباشه خیلی. دو تا حبه سیر کوچک براش کافیه، خیلی سیر نریزید که بخواد طعمش غالب بشه برام. یه پیاز بزرگ با دنده ریز رنده کنید. یک قاشق مربا خوری من بکینگ پودرم بهش اضافه میکنم که ترد و پفکی بشه، و این ادویه هایی رو که دارم و یه مقداری رو نگه میدارم. اینا رو من میخوام با پودر سوخاری مخلوط کنم برای آخر کار. 3
3 قاشق غذاخوری پودر سوخاری هم بهش اضافه کنید که از این 3 قاشق حدود 1 قاشقش رو نگه دارید. با این ادویه ها اینا رو مخلوط گلوله های کوچیک درست کنید، خیلی درشتش نکنید، بذارید خوب سرخ بشه. خیلی هم نیاز به آردمالی نداره، یه خورده روش میمالم که حالت پفکی فرم بهش میده. بایستی چند مرتبه اینو برگردونید تا حسابی سرخ بشه، مغز پخت بشه در واقع. اگه یادتون باشه نیمی از ماهی ها رو من جدا گذاشتم و اینا رو سرخ میکنم. اینا رو حسابی برشته میکنیم، بعد میریم سراغ ماوقی ماجرا. مقدار کمی نمک، مقدار آب لیمو، مقدار کمی جعفری بهش اضافه میکنیم. جدا من نمیتونم خوردن اینو ول کنم.
جدا این هوش از سر آدم میبره، انقدر خوشمزه. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.